عشق چیست؟ به پل گفتم عشق چیست؟ گفت از من خوشگلتر است. به پروانه گفتم عشق چیست؟ گفت از من زیباتر است. به شام گفتم عشق چیست؟ گفت از من سزاتر است. به عشق گفتم آخر تو چیستی؟ گفت نگاه بیش نیستم. عشق بهانه است برای بازی کردن، بهانه برای فراموش کردن، بهانه برای دل شکستن، بهانه برای نابود کردن و شاید برای زندگی کردن است. سردفتری عالم معانی عشق است، سربیت قصیده ای جوانی عشق است. ای آن که نداری خبر از عالم عشق، این نقطه بدان که زندگانی عشق است. بدترین درد این نیست که عشقت بمیرد، این نیست که به آنی که دوستش داری نرسی. بدترین درد این نیست که عشقت به تو ناروا بزند. بدترین درد این نیست که عاشق یکی باشی و او نداند. بدترین درد این است که بمیرد و بعد از مرگش بفهمی که دوست داشته است، دوام دارد.